یکدیگر گردی میدان داغ میزنیم. سمن، من شهر خونده نمیرم. تو زیغ نشو. سیاوش تو رو نگاه بین میکنه. فروخ جان، انشالله میخوانم. صاحب جای کار میشوم. بعد پایهای تو رو معالجه میکنیم. همین خیلی نه فروخ جان؟ خدا خواهد اکا. بعد به اوچه جانم یاری میرسونی با پایهای خودت. خیمهلش اوچه جان. مهراب جان، جانی اوچه، خودت را احتیاط کن بچه. آخر تو مردی خانه، دادرکت و خواهرکت بعد از پروردگار به تو تکیه میکنن. ما دیگر کی داریم؟ با هم کورسانت معامله خوب کن. دانشگاهت دانشگاهی اسلامی. باز یگان کاری نکنی که روحی پدرت را ناشاد میکنی. تو باید نقص دانی که در پیری عصای من تو هستی بچم. اوچه جان، خواهش خواندن دارم. میخوانم. مهراب جان، همین که رفته رسیدی به فرهاد زنگ زن. ما را خواطر نکن بچه. خداوند کریم علمت را افزون گرداند و سفرت را به خطر. در هر کجایی که باشی در پناه خدا باشی. آمین.
دلبر هیچ نمیتوانستم با تو بخورم. راستی خودم جرأت نمیکردم. میدونی خدا مهر تو را در دل من جا کرده است. از تو تنها یک خواهش، مرا انتظار باش. همین که بر میگردم حتما توی میکنیم. انتظاری سنگین است. انتظارت میشم. سلام علیکم. و علیکم السلام. آفرین آفرین. چه گپ شد؟ باز ببینم که اکا چند پس میشوه؟ میشوه یعنی ساعت پس. شد؟ باز میشوه. شد؟ شد. و میستیم در همی گرمی و های کن رفتیم؟ او بچه ها نماز شابود کنه میده. خود نمایه بینو در سری را نماز خوانیم. بخشش کمتر دیر کردم. کمتر نی. کودک را چی و نماز خانیش چی؟ شرط بود که درمی سری را خود نمایی کنی.
این خودنمایی نیست معلم. نو بسته از سن سال هر یکی ما باید فرض خدا رو اجرا کنیم. ای خودت رو فرشته نخوان. ما 16 سال تحصیل کردیم، قریب 30 سال کار کردیم، ولی در یگان جا خودمون رو نه عالم نه داملا نتراشیدیم. انگلز در کتابش آفرینش عالم درباره شما بر این دانشجویان بسیار خوب گفته است که آدم کیست و باید چی کار کند. خواندن در کار یک بار از برای ثواب خوانید. انگلز؟ انگلز. آخر انگلز از کجا بهشت دوزخ را میدانست؟ تا کی مردم را با دوزخ میترسانید؟ و وقتی این خیل کونه پرستی ها کی ها گذشت؟ هرچی که میگویم گفته های خدا و پیغمبر است. خدا؟ پیغمبر؟ بله، همان اللهی که زمین و آسمان تمام موجودات زنده را اینچنین انسان‌های ناسپاس را آفریده است. باز میگویم که سواد نداری. نظریه داروین را میدونی؟ آدم از میمون به وجود آمده است. شما نظریه داروین را یادآور شدید. همین خیلی هست؟ آخر نظریه از حقیقت علمی از زمین تا آسمان فرق دارد. اگر شما اتیستان اجدادان خود را از میمون حسابید اختیار دارید، لیکن ما مسلمانان اجدادان ما آدم بودند و خدای بزرگ آنها را آدم آفریده بود. خروس شجاع، گویا خدا را دیده باشی و با او هم صحبت شده باشی. نه، خدا را هیچ کس دیده نمیتواند. او در دل هر یکی ماست. تنها مؤمنان در آخرت جمال مبارک او را میبینند. گوش کن، اون چرا که ندیده ای و چخیل به وجود داشتن وی باور داری. هر چرا که میبینیم انیخ میبینیم، یعنی وی وجود دارد. ولی اون چرا که نمیبینیم و چخیل میگوییم که وی وجود دارد. بیاقل. شما باره عقل خود را دیده اید که به هستیش باوری دارید. همین طور ما هم خدا را ندیده ایم، لیکن با او، با پیغمبر، با کتاب قرآن که به ما فرستاده است باوری داریم. کمتر فکر کنید معلم. عاشق نمیخوانم. بخه جان، دیسکوی من کجایند؟ کدام دیسکو؟ آخر همون دیسکویی که آورده بودم. ما دینم داده بود دیسکو. خدایا دیر مونده ایستادن. نیستن. ریمیکس هم میگو. همون. تشکر. بخشش بچه ها. دیویدم. خب کانسر داره نه با سر دیسکو شما ده. تو رو هرگز دیگر عاشق نمیخوانم. کنی بس کن، دیر شد. زود به ماشین.
اگر از ما یگان گناه گذشته باشه بخشش معلم. کلید در دوزخ است آن نماز که چخل بوده خلاص گذاریش دراز. الو جمشید. میبخشین جمشید ممکنه مهراب. بیا کو با قوت شده یا بیا جمشید تلفن کی کدام مهراب؟ گمان استم. ما گفتم که تو در میجی. الو جمشید من مهراب من آمدم. ای بچه ما در خیر و خمون بعد از 2 هفته دوشنبه بیام زنگ میزنم. الو مهراب. الو ما با تو چند بار گفتم که کسی که زنگ میزنه ما در دوشنبه نیستم. حلقه ها را گرفتی؟ لابای پایسمان؟ حلقه ها را گرفتی؟ ها گرفتو. بیایه. اینقدر با کی گپ میزنی؟ من همون تلفونه؟ مال خیلی بدتر زنگ میزنم. سیاوش بس هماند آب دادی؟ آرچه جان علافشم دادم. دلم خواتیر مهراب جان رفته رسیده باشد. بچه یکم گرسنه است، سیر است. تیس فراسومان تاکسی دمشی. چی گپ شد؟ تیس تاکسی دمشی برا. کاخ باربد. الو نظر نزد کریموف با یگون پرابلما نشود. ها ما رفته ایستاده‌ایم. اکا زودتر ممکن؟ از طرف دیگر ممکنید؟
فروغ فروغ لبای اپای دلبر من ایت خفه برای چی اپای دلبر؟ ما گفتم کو روزی رفتنی مهراب مرا خبر کن. من با اکم گفتم با اپای دلبر خیر خوش کردن ها گفتن. سلام خاله جان خوب هستین؟ سلام دلبر جان آمدی دخترم گذرشین. خاننگی ها خوبند؟ می شود خاله جان. اوچم سر خانه خالم رفت. گفتم یک فروغ خبر گیرم. در خانه زیغ شدم. بسیار کار خوب کردی دخترم. یگان کار باشد کنم خاله جان؟ کار نیست دخترم. بهترش با فروغ صحبت کن. از رفتن مهراب فروغ جان مثل من بسیار زیغ است. زیغ نشوین خاله جان. این بیچاره بیهوش و بیمدار کی باشد؟ از کجا باشد؟ پس баланд гап назан ӯ шеф таъкид карда буд ку мабодо ин хабар ба гӯши дигарон расад аввал ту ҷоро холӣ мекунию баъд ману каримов. تو از اول ترسانچک بودی ترسانچک میمونی. در همین حجره خالی کی میداند که خودمان در کدام موضوع صحبت داریم؟ میگویند که دیوار موش دارد موش گوش. نرگس این بین اینقدر خوش روی بوده است. ой дилакат боз ба ин кашид ҳа? آچه سیاوش خانه فرهاد رفته اکم زنگ نزده. صحت سلامت رفته رسید نرسید. تاکید کردم که همین که رفته رسیدی زنگ زد. ای خدا چی شده باشد؟ تشکر به شما برای درودهای دلنشینتان. زنده باشید. سلامت باشید. حال منی مال منی. این سرود رو برای من خونده؟ ها برای تو. سلام سومن. کنسرت نوبتی شما کی؟ خودم هم نمیدونم کی. صبح بخیر. صبح بخیر سومان. کنسرت چی خل گذشت؟ نقص. این روز با مهرخانه نمی روی؟ برای چی؟ حاجی دیروزا رو فراموش کردی؟ او چی حال دارد؟ امروز حتما میروم. خیر منش.
اوزی سلام فرهاد جان. سلام خاله جان. مهراب به من زنگ نزد؟ نه زنگ نزد. بیه خونه داره؟ رحمت بچه. ببخشید من نمیخواستم که چنین شود. احوالتون چه خیل؟ هیچ خیل. او خوب است. یگان چیز را نمیشنود. چه خیل؟ یعنی که در حالت کام. عادتا شخصانی که به این حالت میافتند هر گونه حالتی به خدایی دارند. بعضیشان بعد از یک روز، بعضیشان بعد از 3 روز یا 1 هفته، حتی حالت‌هایی میشود که بیمار در مدت 1 ماه 3 ماه هم به خود نمی آید. این وابسته به ارگانیسم هر یک انسان است. یگان خیل دارو تاثیر نمی کند؟ نه، او تماما بی‌حال است. از روی معاینه طبی شاید بیمار روزهای نزدیک به خود نآید. راستی گپ خواطرم. خوشبختانه بعد از معاینه توموگرافی یگان جای بیمار آسیب جدی ندیده است. انشالله همش خوب می شود. انتظار می شویم. خیر ماشین رو که رانده نمیتوانی؟ با من ده؟ انا بعد راندن را ببین. نه، به هر حال انسانی خوب بوده است. از دیروز تا امروز همه وقت بالای سری او بود. هر کس همین کارو کرده نمیتواند. با خودت که همه روزه شاهد هستی. با ماشین زیر میکنند و به بیمارخانه نمیبرند. باریخیشان باشد به بیمارخانه آورده پول پرتوفته میروند. این خیل جوانی زیبا را من هم اگر با برگ گل آزار میدادم حتما به بیمارخانه می آوردم. سومن عاشقش گفته و خودکت آبادا شده ای کو دوگانه. میدونی وقتی که به حجره مهراب در آمدم دیدم که سومن کیمچخیل با یک مهر و محبت به او نگاه میکرد. دوگانه ساده و در 2 روز کی عاشق شده بود که سومن عاشق شود؟ حالان که او ستاره است. این خیل جوان ها سری هر قدم پیشی پای او میافتند. راست میگویی. خیلی من رفته یک حرارتش رو سنجم. سومن؟
تو برای چی رقص نمیکنی؟ رفتیم. Kim o? Ne? Kim o? Osman. Bizim en güzel sanatçımız. Bizim bir numaralı şarkıcımız. Merhaba. Taner ben. Türkiye'den geldim. İnkaz prodüser az Türkiye. Salam begeyim. Assalomu alaykum. Türkiye'den geldim. Fabrikatörüm. İnkaz şunu boğunca davet kardan ya. Mana vizitga İnkaz agar zid nabashad gired. Tashakkuri ziyod. Vaqti man kamtar ast, maro intizorat. Bekliyoruz sizi. یک هفته شد خط و خبر نیست. فرهاد جان کافتنی رفته بود. نه در دانشکده نه در خوابگاه. یگان درک نیست. دل و جگرم تمام شد. نمیدونم بچم در کجا باشد. دل و جگرم تمام شد. بچه‌کم در کجا باشد. بچه‌کم نمیدونم در کجا خواب است. چی میخورد چی کار میکند. روزم سیاه شد همسایه. مهراب جانکم بچه‌کم در کجا باشد. باز چیزی قیم یا مهراب جان تا خوب دیدی. من چند بار نگفتم که او را فراموش کن. بچه روزگل 100 تا مهراب می شود. هم پول داره هم سواد. تو ای گدو بچه چی را انتظاری؟ معلوم نیست که کی بده همیه. با این مادر پیرشو خواهر معیوبش دردی سر. فکر که بچم. اوچه جان آخر میدانید کو؟ ای دختری ساده گویا گپ و کلوچه مردم دیگه را نمیدونی. خدا نکنه یگان کس فهمه قصه عشقتان افسانه دهنی مردم میشوه. حالی باشه به صدای دلت لب پای گفته گشتن گیر. فهمیدی؟ نقص فکر کن. من در این صورت 8 ساله هستم. میخواهم زود کلان شوم. زندگی مجموعه بیش و کمی است. هر شب در آسمان ستاره نیست.
هر شبی در آسمان ستاره نیست. آچا 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 دک سوخت. خواب بیزیب دیدم. دلم سیاه. سیاوش کجا؟ پیش سمند رفت. من به شهر می روم. از احوال مهراب جان خبر گیرم. تو با دادر در خانه باش. مایلش میستم شما روین. بهوش و بیاد. گفتم کو تاثیر کم همین خیلی است که بعضیشون بعد از یک ماه به خود می آیند. زیت مسامش خوبش. بچه جان لبه خاله جان مهراب من خودت برده بودی؟ هم بچه کلونی تو نه؟ ما بردم. در کجا فرو اومد؟ автовокзал да фровардмиш. Тинҷи ба? چند روز باز خط و خبر نیست. به شهر می روی؟ خاله جان من هم همراهت می روم. مایلش خاله جان. ماشین شمون دا به شفیار قطی کدام وقتی که من شهر رفتنی میشیدم سنتری مسکو سوار میشدم یک دم دا میبردکم. با عجایبیش همین بود که سنتری مسکو دا همین قدر پروبکا میشید ما دا زیلیون سویتافور بود. همه правительский بود آخی. خیلی کار میکردیم. یک 20-25 توجیک در تای دستم بود. обед завтрак ужин همش با گردن ما بده. میرفتیم بازاری میکردیم قطی شفیار همش در سنتری مسکو سه خونگی. گفت ای خودت دختر من میتمد گفت بعد اموجا اکای پرویز مرا میبری قطی مسکو میشوالی یه لحظه بیستیم. اویا وای مای همه گپاش دروغه. سلام. سلام. به خود آمد؟ نه حالا. مهراب میدونی چی؟ شبی دراز کتابهایت را خواندم. بسیار دنیای زیبا داشته ای. میخواهم چشمان نازنینت را ببینم. نرگس اینجا بیا. نرگس اینجا بیا. زودتر گوش کن. این خیل نمی شود. چشمانت رو کشا. مهراب. نمیدونم بابای چی شده باشه. وقتهای آخر نه ایجاد میکند و نه سرود میخوند. نفهمیدم. خواهش میکنم از نزدیک با وی یک صحبت کن. مقصدش رو فهم. چی درد دارد؟ چی میخواهد؟ نفهمیدم که نفهمیدم. سیوم مراتب میشود که سفر خارجه را رد میکند. میفهمی این چی گفته نگم؟ میفهمی؟ میفهمم. از پای تاوادی همون بیمارش
سرگردان دیروز گفته بود که کینچ خیلی سفر هنری داره. درست داشتیم، موافقت کرده بودیم، مسئولیت ها شده بود. سحر زنگ زده رد کرد. میفهمی چی گفته دیگه؟ 3 مراتبه میشود، 3 مراتبه. به هر حال تو برادرش هستی، خواهش میکنم خوبتر با او صحبت کن، فهمون. Ki pasi agba me broya manume khohar ba suroghiya kame broya manume kuwa kai dil suze buga ku khoharume dar daruni khanamun rekhta jigarume kuwa kai dil suze buga ku khoharume در درونی خانمان ریخت جیگرونه. همان روز امتحان ما در یک میز نشسته بودیم و حتی عهد کردیم که در خوابگاه دانشگاه نیز یک جایه میستیم. وقتی که درس آغاز شدن دیگر از مهراب خبری نشد. من فکر کردم که شاید در خانه اون رفیقش از یا عموما از ذهن آمده است. مهراب شهر را خوب میدونست؟ نه بچم، شهر را نغز نمیدونست. لیکن یک همسینفش باید اوی رو پیش وز میگرفت. حاضر من سراغش رو با تو میدیم. این نشانی همون همسینفش؟ این مغازه در محله 82 است. تو میدونی در کجا؟ بله من میدونم. بیاید شما رو من میبرم با اونجا. میبری؟ بله بله بیاید نروم. ها آچی مهراب چیش گفتی بعد؟ خوب کرده گوش کو ایس پس کسی مرا میپرسه گو که من دیگه در اونجا کار نمیکنم مالش آقا گپ نیست. ها چی گناه کردم با خدا جان جمشید ایجا هم کار نمیکرده است. یکی شما زیغ نشین خدا جان. دیگه هم کورسان پرسان میشویم شب شما اینجا میستین انشالله پیدا میکنیم سر به شما رو من خودم گسل میکنم. بازی میریم از دیگه هم کورسان پرسان شویم. سلام. سلام. این خوابالو اول ما خوب نخسته؟ نه بگذار خواب کند. واه این قبچه خوش رو بوده. خیر سومان. خیر. رفتیم.
کم دیر کرد. خدا کم یافته باشن و سلامت بیاین. اگر شب نیاین چی کار میکنیم؟ خانه با دلبر میریم و گفته بود که اگر شب آچه در به خانه ما بیاین. نه نمیریم. در خانه میستیم. من هستم کو. سلام مهراب. میدونی امشب همکارم کتابخوانی بود. درباره زن مادر بسیار اندرس ها خواندم. بسیار تاثیرم کرد. انا به من نگاه کن. لباس های من به تو معقول شد. به تو معقول شد مهراب. مهراب برای چی صدای دل مرا نمیشنوی؟ آخرین خیلی نمی شود. 2 هفته شد. با من نگاه کن. شریعت اسلام برای زن مسلمان حجاب پیشنهاد کرده است که او توسط این حجاب از عملهای غیری و شرعی و نامطلوب خود را دور کند و از چشم شخصان بیگانه و نامحرم امین باشد. مراد از حجاب تنها پوشیدن لباسهای سیاه نیست، چنانه که اکثر مردم گمان دارند، بلکه هر لباسی که سر و بدن زن را به خوبی پوشاند و تنگ شفاف نباشد آن را حجاب و پوشش نامند. خیلی مسکوه ده که تو مسکوه را نبینی دربارش یکم تصورات نداری ده کاروچی. خیلی متر بعد زنگ میزنم مایلش. خوب مایلش. دلون نزدیکن چی؟ پیش خودت رفتی سبدم. سازی دلبر؟ برای توفه آوردم. دلبر مهراب، با تو کدام روی مولا معقول؟ سیاه؟ یا اینکه کبود؟ یا اینکه سفید؟ اگر با تو سفید معقول شده باشد سفید رو میبندم. همه سفرهای هنریم رو برای تو قطع کردم. فکر کردم تو بیدار میشوی. خیر، هیچ گپ نه. انشاءالله هم صحبت میشویم. مهراب، من برایت تلفن آوردم. اگر بیدار شوی حتما به من زنگ زن. من که مردم مرا در سر راه به خاک سپارید. وقتی که مهراب جان برمیگردد قدمهایش را حس کنم. بویش به دماغم رسد.
آرام خواب میکنم. این طور نگوید. اوچای فروغ کودکانو نترسانید. انشالله ساز میشوید. امروز تا پگاه مهراب هم رسیده می آید. بهترین. سامان ما کم یاد کردم. یاد کردی؟ خازق نشو. ما تو را نگاهی میکنم. سلام سیاوش. سلام باباید نه. سامان میفروشی؟ نه باباید نه. بفروشی من میخرم. نه کم نیست فروخته نمیتونم. تو حاضر حرکت پیدا نشید؟ نه ولی خبرش نیست. سلامتی کمپیر مادرش خیل؟ کم تر مزش نیست. انشالله ناز میشد. ذکر نشد. خانه بیا سیاوش. پرویزه بچم خوش آمدی. در کار نبود خاله جان. گذشین گذر. ای سلامت باشین. سراسته مایم خاله. پرویز جان بچم تماما رسیاش در رفتی. دیر خبر میگیری. خیلی زندگی همینه خاله جان. کار، مسئولیت بلند، به همین خاطر خیلی ناومدیم. وقت ساعتش اومدیم ناومدیم. به همین خاطر با نصیب باشه خاله جان رحکیوم. ای با میره بچم. بله میگم همین کاری خیره هر چیزو ترک کنیم. برای همین یک روز پیشترش خوبتره. خیلی بچم همین کاری خیره. خفا پرتفتن در کار نیست. همین ایت که گذشت گسیلش میکنم. میشه با؟
بهترین میشه و ما هم سری وقت به کارمان میرسیم. یک توفه داشتم خاله جان، اگر خودتون دلبرد میرساندین بسیار خوب میشید. معلش خاله جان. اوچه یک باری جا بیو. اوچه من چند بار نگفتم که همون بچه را نمیگیرم. کی را میگیری؟ مهراب تا انتظار میشه. معلوم نیسته در کجای. اگر یک باری دیگه همین گپا با زبان میاری پدر تا خبر میکشم، فهمیدی؟ سلام. سومانی جان، امضای نوبتی. این کی؟ فهما که باشد هیچ چیز رو ندیده اید. خیر. انا برای چی تو؟ سومانی جان، بگاه از خاطر نبرآمده است. نه نبرآمده است. تشکر. بانکت خانه وزیر. فقط سر و لباست را عوض کن. میلش دیگر لباس پوش. ماشین فرستم. نه در کار نیست. من انتظار. البته. اوچه ماهیره میگه دلبر با پرویز میتین راست؟ راست، لیکن روز تویش انیق نشده است. آخه پای دلبر فقط میگفت که من مهراب شما را میگیرم کو؟ ها، اکنون مهراب ما را نیو جوره مهراب را میگیرد. چی لوچ؟ در پیش تقدیر بیچاره ایم. مهمش که مهراب جان پیدا شود. بچم میگم همین نکاح پگاه بکنیم یا روز توی؟ اول اینکه ما با کسی نکاح کردنی نیستم. نه وقتی پرسیدنتان شد. ما کار ندارم. خودتان میدونین همو دامادتان. لباسهایش را دیدی؟ آهوی مست را دریافت کرد. آخر شکارش برار میگیرد. سعید هم سعید موافق ده.
гӯш кун наргиз, ман ба назди онҳо меравам. медонӣ бо кадом баҳона? ягон хизмат нест, ҳамаш хуб. не исто дар ҷоят. аз рӯи одоб нест, бадкори хуб намешавад. хубтараш инҷо биё. дар инҷо навишта шудааст ки ба гулрӯ ҳофиз аст ку ким кадом шиносаш мошини лексус тақдим кардааст. хон ана акаҷон, ака. меҳроб, медонӣ чӣ? یک ماه به خود آمدن او را شب و روز انتظار بودی. چرا با او گپ نزدی؟ راستی مادر جان، شرم داشتم. سمان جان، حالا هم دیر نشده است. خیز بچه کم، به نزد او رو. خیز. апай дилбар нестан? чӣ корш мекунӣ? якбора дарвозаро бизан бишкан? бақват шудаян сағира? ё омад яккат ба гӯшат расид? гӯш кӯ, агар ҳамин маъракаи моро вайрон мекунед, рӯзонаӣ ҳам бадтар мекунам. фаҳмидӣ?
салом суман меҳроб куҷо шуд барои ташхиси рентген бурданд ташаккур меҳроб ман намехостам ки чунин шавад не нашуд меҳроб маро бубахш ман намехостам ин хел шавад меҳроб худо нашуд меҳроб ман намехостам ки ин хел шавад маро бубахш меҳроб худо нашуд ман чӣ хел аз ё бахшиш пурсам меҳроб ман меҳроб ман ҳеҷ гап нест ҳамаш тақдири насиб аст چیکار کردی؟ آچه دلبر نانم نداد باید نمیرفتی گوش نماندم من باید به دانشگاه روم مهراب یک دقیقه تشکر بابایت نمیشه؟ چیکارش میکنی؟ کارش دارم آوازی میگوشه؟ نه سیاوش بابایت نش ما گفتم ده اسب میخرم میخریم میخرم میفروشی مرا خارج کردن من خوابدم به گوشکم اکه رسید بیدار شدم در جیگرم کرچه رسید این کارچه تست خلم بکر جای دیگره من میسوزم و پره شده از جای دیگره من میسوزم و پره شده از جای دیگره آها سومنی جان اینقدر سر لباست زیباست سومنی جان این بیگاه بانکت فراموش نکردی؟ پول آوردید
کدام پوله؟ پولی کنسرت 50,000. баҳуш омад. кай ҷавоб медода бошанда? ҳолису ман чӣ мешуда бошад? ҳамин қадар дилам сӯхт барояш. ашкояша дидӣ? бечора сахт ошиқ шудааста. чӣ? замони мо ту ҳам ана ҳамин хел ошиқ будем. ман метонам хона равам. не ҷура. ҳоло ба ҳеҷ куҷо намеравӣ то он даме ки натиҷаи ташхис маълум нашавад. фаҳмо? ҳоли хона мерем, ба хонагиҳо шинос мекунам, баъд мерем. ман пагоҳ соати расо 9 омада туро ба хона мебарам. боз хобат набарад? не, аз хоби гарон хестам. дигар хоб намеравам. салом меҳроб. салом. тинҷӣ? авзоят беҷо? 3 рӯз мешавад ки суман намеояд. ту ба умеди ин духтарҳо нашав. ту бар ин бачаҳоя 100 таша фиреб медиҳанд. не, ӯ бояд биёяд. охир ваъда дода буд. ҳар кор шуданаш мумкин.
اکا جان اکا саманд ку фурӯхтем чӣ хел дар хонаи чӣ набуд ки бихӯрем дар бобои одина фурӯхтем ака апай дилбар дод ака зани тағом омада буд тағом гуфта ки мара москва мебаранд барои табобат ба худаш наомадай ба наздикӣ меомадай салом алейкум мебахшед хонаи меҳроб куҷо бошад хонаи меҳроб дарвозаи якум не дарвозаи дуюм хонаи меҳроб раҳмат ака лабай файрод ки ай апай сумад бобом дод пули мондагӣ саманда саман чӣ хелай соза суман тайёрӣ 1 2 3 рафтем شبی من سهر شد
استودیویی که همراه شما توسط رادیو صبح خواهیم کرد. اونجا آماده باشن چند لحظه اپای فیروزه تایاری؟ بله. 1 2 3 رفتین. سلام و سلامتی بادو به شما شنوندگان ارجمند. اینک برنامه تازه با نام در صحبت فیروزه آغاز می شود. میهمان امروزه برنامه ما سراینده جوان سومن می باشند. سومن شما رو خوش آمدید میگویم و میخواستم بپرسم چون میگویند که سفر کردن جهان دیدن است. اینک شما باز شنیدم که سفری دارید در پیش. بگویید که هدف از سفر چیست؟ سلامت باشید. بله، میخواهم که در این چند ساعتی که به شمار مانده است با مخلصان خود خیر خوش نمایم. به نزدیکی سرود سراییدید با نام اشک سومن که گویا این سرود رو به کدام محراب بخشیده درست است؟ بله، این سرود از زندگی من است. اون محبت بی‌زوالی که میان من و او بود. چه دنیایی! حتی ما نتوانستیم برای یکدیگر صمیمیت خویش رو اظهار کرده باشیم. فرصت نشد. افسوس. آن شاهزاده آرزوهایتان در همین چند لحظه پیش از سفر اگر پیدا شود به نزد شما بیاید، از سفر پس میگردید؟ گمان میکنم دیگر چنین نمی شود. اگر مبادا همین خیل شود تیارم که ترک سفر کنم. تشکر. شنوندگان عزیز، باید بگویم که سومن البته ترانه‌های مرغوب و دلنشین می‌سراید و شما این رو هم از صحبتش و هم از سلسله ترانه‌هایش احساس کردید. سومن 4 ساعت قبل از این امید به خط پرواز به کشور ترکیه داشت. پرواز به کشور ترکیه نیت سفری سومن است، ولی با اشتیاق تام با هوای دلش به صحبت شما آمد و ما آرزو میکنیم که همیشه ترانه‌هایش و صدا و نوایش به پرواز بلند نائل گردد. سلامت باشید.
خودت را احتیاط کن. همه‌اش خوب میشه. زیخ نشو بچه جان. آرام شو. زیخ نشو. با معلومات همه مسافرانی که به خط سیر دوشنبه استانبول روانند می‌رسانیم که با سبب نامساعد بودن هوا پرواز بر روز دیگر گذاشته می‌شود.